رادیو آفیشه از رادیوی فرهنگ برای دوستداران و علاقمندان صنعت تئاتری. رادیو آفیشه. با درود شنونده‌های عزیز، دوستداران صنعت والای تئاتری، در تکیه با گفته‌های مدیر قسم ادبی تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، هنرمند خلقی تاجیکستان ارتی قادیروف، با توجه شما می‌رسانیم که در صحنه تئاتر دولتی به نام استاد لاهوتی روزهای 3 فوریه سال جاری ساعت 16:30 نمایش مسحکه اجتماعی بعد مردن خواه بیایی خواه نیایی درامانویس تاجیک تباری ازبکستانی خالق خورسندوف در تهیه هنرپیشه شایسته تاجیکستان سرکارگردان تئاتر مذکور سلطان عثمانوف به تماشا می آید. موضوع نمایش تئاتری درباره شناخت اصالت انسانی در زندگی به قدر و قیمت پدر و مادران رسیدن، عزت و اکرام والدین خویش را از یاد نبردن را در بر دارد. نقش‌های اساسی را در نمایش مسحکه اجتماعی بعد مردن خواه بیایی خواه نیا هنرمندان مردمی تاجیکستان اسلبک نظریف، ارتی قادیروف و هنرپیشه‌های شایسته تاجیکستان محمدی میرزاعلیف، صلاح‌الدین شکرزاده و دیگران آفریدند. سپکتاکل مذکور را همچنین تماشابینان و دوستداران تئاتر می توانند روز 7 فوریه ساعت 13 به تماشا آیند. با رپرتوار تئاتر دولتی جوانان به نام محمود واحدوف پایتخت بینگریم از روزهای 9 تا 12 فوریه تماشای نمایش بچگانه زرگوشیدانو از افسانه‌های خلقی در تهیه کارگردان سهراب جنجالوف در نظر است. ذوقمندان تئاتر اپرا و بالت می توانند روزهای 4 فوریه ساعت 18 به تماشای کنسرت موسیقی سیمفونی و روز 7 فوریه ساعت 10 و تکرارا ساعت رسا 12 با تماشای افسانه موسیقی قورباغچه بزرگ و روز 11 ساعت 12 با تماشای بالت چیپالین خچاتوریان و شام 12 فوریه ساعت 17 می توانند با تماشای اپرای خانم نیکی چایکوفسکی اهل ایجاد هنرمندان تئاتر دولتی اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی بیایند و بهره‌مند گردند. این بود شنونده‌های عزیز معلوماتی کوتاه از فعالیت و به تماشا آمدن نمایش‌های صحنوی رپرتوار چند تئاتر کسبی پایتخت کشور شهر دوشنبه در روزهای نزدیک. بکوشید در تقسیم وقت هنرمند باشید و از تماشای نمایش‌های رنگین و پرمضمون تئاترهای کسبی لذت معنوی بردارید. در پیشنهاد بخش رادیو آفیشه سهم گذاشتند لطفیه قربانووا و دلشاد میرزایف.